حاجی لازم बहुत गार الرحمن الرحیم. علی صاحبا این منطقه را میگه جای غزوه احد، معرکه احد. علی صاحبا علی صاحبا جنگ احد بوده سال 30 هجری بین مسلمانان و مشرکای قریشی. و علی صاحبا میگه در جنگ احد تعداد مسلمانان بوده 700 صحابه، مثل مشرکای قریش بوده 30,000. 700 مقابل 3000. علی صاحبا میگه همراه مشرکای قریش بوده 200 هست. علی صاحبا که در جنگ میگه در اون وقت اما هم بسیار رولی داشته، قسمی که آل تنگ و طرف جنگ. علی صاحبا میگه مشرکا مکانش اون باغ بود. علی صاحبا این باغ کی هست؟ باغ خرما. علی صاحبا میگه سنگر مشرکای قریش پیش از جنگ در جای خرما بوده، باغ خرما. علی صاحبا میگه همراهش بوده 200 هست مشرکای قریش که اصلا 100 از زیر قبنده عکرمه. علی صاحبا اونم کوی احد که هست بلندی اون موجب استخبار است، بیخی کوی احد است، دامن کوی احد. و اصلا میگه 100 از زیر قبنده خالد بن ولید است. این باسا که است مطرف اون موجب سنگر گرفته بودن که استبا خالد بن ولید به مسلمان شد سال 6 هجری. این غزوه سال 30 هجری، یعنی 30 سال بعد. و اصلا میگه کلان یزیه بوده جنگ مشرکای قریش ابو سفیان. ابو سفیان میگه مسلمان سال 8 هجری، یعنی تقریبا 4 سال بعد یا تقریبا 6 سال بعد. علی صاحبا بالمقابل مسلمان میگه در جای مسجد بوده. این میگه مسجد سید الشهدا. این میگه 5 سال پیش جو شده، میگه وقت نماز بازیم باشه. علی صاحبا که میاد پیشین که در حرم نمیرسه، علی صاحبا میگه نماز بخونه، حالا بند است. علی صاحبا جای معرکه است از بین مسجد از بین باغ که مسلمانان در جای مسجد مشرکای قریش در باغ بودن. ادمی که است جای معرکه است، میدان جنگ. اول که میدان نبوده، اول که بود صرف میدان نمیجا میدان بوده از بین مسجد و بین باغ. علی صاحبا این چهار دیوالی که پنجره اینمی قبرستان شهدای احد است. علی صاحبا مفتاح صحابه که شهید شده بود قبرستان یا زیاد بین پنجره است. ما شو بخیر بریم دعا را بخوانم بعد درس. علی صاحبا جای مهمی که دیگه هست جبل رماد. کجا است؟ ما شما کریستا هستم. این میگه جبل رماد، تپه رماد یا جبل اتوگم. این بسیار بلند بوده، آل پخش شدگی است. علی صاحبا میگه سری این نقطه سیبا میگه تپه در 250 صحابه را ما میگه شما در اینجا باشی، میگه کار شما چی است؟ در جای شرکت نکنیم. سر خالد بن ولید اگر جای باسا میای اثناء معرکه که از پشت کو نمیایسه، میگه ما را محاصره نکنه. علی صاحبا از پشت جای مسجد میگه شما اینجا باشه که خالد بن ولید میای از جای باسا شما همراه تیر میزنه که نبیاد پشت کوش، همه کیات به میدان بیاید. اینجا میگه میدان نبوده. علی صاحبا میگه باغ خرما بوده، اما خانه ها که هست میگه ما باغ بوده، اما خاکی هست از اول میگه صاحبا یک راه بوده از پشت کو که خالد بن ولید میای باید که از جای باسا بیای اینجا برسه باز از پشت به دیگه منطقه بند بوده. علی صاحبا میگه جنگ که شروع میشه مسلمانان میگه از جای مسجد میاد در قبرستان میاد تقریبا و به شکایت اول چمن میاد اول باغ میاد. علی صاحبا از چندی که مسلمانان بسیار فرقی هست. مسلمان که جزء کمی 6.5 و تقریبا 30,000 میگه باز مسلمانان در این میدان پیروز میشه و مشرکا شکست میخورن. و میگه این میدان اعلام میکنن، میره اون باغ که اونجا شترایشان بودن مرکزشان اون فرار میکنن، میدان اعلام میکنن. علی صاحبا میگه مسلمان میره در باغ از باغ اون را شکست میده و بیخی که منطقه را میگه اعلام میکنن میره. علی صاحبا یه 50 نفر است بوده با نام عبدالله بن جبیر صحابی است، او امیر کلانش بوده. یکی مسلمان اینجا پیروز میشه و با امیر خود میگه نفرایش که حال مسلمانان پیروز شده، جنگ خلاص شده
میگه آل ما در میدان میرم بعد از معرکه ممکن بعضی مسلمان شهید شده باشه بعضی زخمی جان خلاص شده دیگه استبا اولمیست استبا میگه 40 نفر در میدان میره استبا یا 2 نفر میمانه بعد از معرکه علی صاحب میگه خالد میگه خدا پوت کرده بود جای واسه پشت باغ میسه علی صاحب میگه در پولا که خالد در میدان میگه بار دنیا جنگ میره خالد بن ولید همراه صد از علی صاحب خاکی است اینجا که میرسه اینجا که داست حمود همراه تیر که میزنه تیرش خلاص میشه استبا باز امو اردایشان در اینجا شهید میشه استبا همین خاکی است استبا تقریبا اینجا امو باقی که داره فقط ایش میگه طب خالد میرسه از پشت کوه میره استبا اولمی کوه رو خالی استبا باز اولمی به تیزی میاد در جای مسجد سر مسلمانه که هست بار دون جنگ شروع میکنه بعد از جنگ اول علی صاحب اونم ابو سفیان که جنگ شکست خودم اون که میبینه که خالد بن ولید جنگ میاره جای مسجد اون که است بار دون جنگ میاره واحد که ما درکوی و خود میاره علی صاحب 4 دیوالی که است اینمی که مسلمانه گیر میمانه که خالد بن ولید از جای مسجد میاره همراه صد است عکرمه همراه صد از جای درکوی و خود میاره و ابو سفیان از جای باغ میاره اینمی که مسلمان حاصل میشه با تعداد 70 صحابه شهید میشه بار دون دای پنجره با شمول حمزه رضی الله عنه حتی میگه نبی صلی الله علیه و آله جا زخمی میشه پنجره که 4 دیوالی علی بعض مسلمانان اون کوی خودی که است بدندی بداری اولویج مسلمانان عقب نمیشه میکنه استبا که وقت محاصره مش مسلمانان با اون کوی خود استبا عقب نشه میکنه اون نموجا اون ریباری علی با شما که دست بزرگی است که نبی صحابه اجتهاد کرده یعنی پایین شده نبی صلی الله علیه و آله قولش قبول نکرده شکست خورده آره کسی مسلمان چه یعنی قول مثل قبول نمیکنه مخالفت میکنه شریعت یعنی مسلمانان متاسفانه که ضعیف هستن این مشکلات آله باشه بدك قلب قبرستان بده كده دعاء كده دعاء رب الجمهوريه سوي شهداء بخير بخير جاي بقى الله خير على السبان راسي دخلتي دعاء رب القانون جاي خبره تيجي شنو ما لمي كان السنة هنا يسلم الزائر وينتم شهيدون هم هو بسببك ودام دعائك يسد دعاء رب ما يخش ولا تكرار كوني الدعاء رب ما تكرار كوني ما كم يفهم اصلا حرام بقوي السلام عليكم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية مسابقة دجاجي وحكي هفتا صحابة شيء قبران بين پنجره سيسبا مشوار ديوالي فارس قبراش که از خاک اواش لگی است مثلا آثار بارش و شمال این همه قبراست سیبا این همه قبر مثلا مشهوری از سیبا اصلا گفته بشه یعنی به قبر اولی که هست گفته که این قبر حمزه در سیبا مثلا سنگای سیاه که هست بلوکای سیاه گفته بشه که قبر حمزه رضی الله عنه بله دیگه هست مصعب بن عمیر حنظله غسیل الملائکه عبدالله بن حرام عبدالله بن جاش عمرو بن نضره اسمه عمرو بن جنوب اسمه هفتا صحابه اسمه دقیقه بساس اسمه این پنجره است طبیعی است هذا سبب ما شما میگیم که الله شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه در حق ما شما نصیب بده روز قیامت هذا سبب الله متعال ما شما را از زیر پرچم یوسف همراه صحابه حشر کنه روز قیامت هذا سبب الله متعال از آب حوض کنه نصیب گردان آمین هذا سبب قبرستان تا جای عبرت یوسف قبرستان تا جای عبرت یوسف که هیچ کس دنیا نمیمونه آخر میمونه سبب مکانشان این نوشته سبب اینجا جای دیگه که باشه یعنی خاک یا جای خانه آخر موسم است. یه سبب اینام بود طریقه مسنونه مشروعه است که ما اشیاء دو متربیان نخیر بیه. بیا سبب خیلی متربیان.